ما لیلة القدر. ای محمد صلی الله علیه وسلم، آیا تو نمیدانی که این شب قدر چه شب است؟ چی قدر دارد؟ چی ارزش دارد؟ چی فضیلت دارد؟ چی بزرگی دارد؟ آیا تیره نمیدانی؟ این ملائکه ها همراهی جبرائیل علیه السلام به چی خاطر پایان میشوند؟ رب العالمین در این آیت خداوند حضرت جبرائیل دستور میداده است، امر میکرده، میگفته ای جبرائیل این شب تو پایان شد، یعنی به روی زمین بره. بی قدر عبادت کردنش از 1000 ماه بهتر است. نگفت خداوند در این آیت نگفت که برابر 1000 ماه، بلکه از 1000 ماه عبادت کردن بهتر است. ببینه که خرید و فروش، نکاح و طلاق، حتی قرض دادن و قرض گرفتن، هر چیزی که در شب قدر عبادتش برابر چی هست؟ برابر یک عمر انسانی که 83 سال و 6 ماه عمر میبینه، 83 سال عمرش در عبادت بندگی. در این شب قدر برای تبریکات، برای زیارت و برای اون هدیه ها و یعنی دستوری که خداوند برای اونها میدهه، اونها مردم ما شاید از بس که از علمش دور هستن فکر میکنن که قرآن برای چی باشه؟ برای مرده ها، یعنی برای آمدن آفتابی سحری 27، یعنی فردا تا سحر. ای محمد صلی الله علیه وسلم، آیا تو نمیدانی که این شب قدر چه شب است؟ چی قدر دارد؟ چی ارزش دارد؟ چی فضیلت دارد؟ چی بزرگی دارد؟ آیا تیره نمیدانی؟ اگر ندانی بدان لیلة القدر خیر من 1000 شهر. شب قدر عبادت کردنش از 1000 ماه بهتر است. نگفت خداوند در این آیت نگفت که برابر 1000 ماه، بلکه از 1000 ماه عبادت کردن بهتر است. ببینه که جواب اون آرزو و تمنای جناب پیغمبر در این آیت گردانده شد. جناب پیغمبر گفت ای کاش که امتهای من عمر طولانی و زیاد میدیدن، هزارها سال، هزارها ماه در راه خدا خدمت میکردن، عبادت میکردن. وقتی که یعنی حسوس خورد، آرزو کرد، خداوند جواب شگردان گفت اگر امتی تو به همتی نکنه، سستی نکنه، تنبلی نکنه، ضعیفی نکنه، در این شب قدر شب زنده‌داری کنه، عبادت کنه، ثواب 83 سال و 6 ماه عبادت از خود میکنه. ببین فقط 1 سال، یک شب عبادت کردنش ثواب 1000 ماه عبادت غیر رمضان داره. ببینه فقط یک شب قدر عبادتش برابر چی هست؟ برابر یک عمر انسانی که 83 سال و 6 ماه عمر میبینه، 83 سال عمرش در عبادت بندگی خدا میگذران. یک شخص صالح، یک شخص عبادتگر، یک شخص خیلی بنده خوبی خدا، اگر انسان به حضور دل، به اخلاص کامل فقط یک شب خاص به خاطر خدا جدا کنه، یعنی سستی نه. امشب شب تنبلی نیست برادر عزیز، امشب شب موسم است، موسمی است که انسان باید حرکت داشته باشه، باید استفاده ببره. عبادتش جناب خداوند گفتن که چی هست؟ بهتر از 1000 ماه عبادت کردن. اکنون خصوصیاتی که این شب داره، تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر. در این شب روح الامین که حضرت جبرائیل علیه السلام است و ملائکه های آسمان که اکثر اونها ملائکه های مقرب هستند. ملائکه ها برادران عزیز اونها معصوم و از گناه پاکیزه هستند، اونها را خداوند از نور خلق کرده است، اونها یگان ذره گناه نمیکنند، از طاعت و بندگی خدا سرکشی و نافرمانبرداری نمیکنند، اونها نفس شهوت ندارند، فقط عقل دارن، عبادت میکنند. این ملائکه ها، این بنده های پاکیزه و خاصی خدا در این شب قدر برای تبریکات، برای زیارت و برای اون هدیه ها و یعنی دستوری که خداوند برای اونها میدهه، اونها به نزد ما شب زنده‌دارها را پایان میشوند. در تفسیر این آیتی که تنزل الملائکة و روح که در این شب ملائکه های آسمان و حضرت جبرائیل پایان میشود، مفسرین یک حدیث آوردن، گفتن که در این شب خداوند حضرت جبرائیل دستور میداده است، امر میکرده، میگفته ای جبرائیل این شب تو پایان شد، یعنی به روی زمین بره، کدام بنده از بنده های من بیدار باشه، شب زنده‌داری و عبادت کنه،
با این بال و پری خود سر بدن او را محض بکش، یعنی این پرها تا سر بدن او بمال، بشک، برسان. جناب پیغمبر گفتن که حضرت جبرائیل پایان میشه و هر شخصیتی که عبادتگر است و شب زنده دار است، حضرت جبرائیل با اون بال و پرش سر بدن ای را محض میکشه. بعد از این شخصیت هرگز بدبخت و رسوا و جهنمی نمیگرده. ببینید اینم یک بشارتی خوشی هست برای کی؟ برای شب زنده دارهای این شب. هر شخصیتی که این شب عبادت کرد، جبرائیل علیه السلام چیکار میکرده؟ بال و پرش در سر بدن اون شخصیت میمالیده، میشکیده و این شخصیت ابدی دیگر بدبخت و خوار نمیشده. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. اینها اکنون این ملائکه ها همراهی جبرائیل علیه السلام به چی خاطر پایان میشوند؟ رب العالمین در این آیت بیان کرده است. هر کدام به یک امر از جانب خدا مأمور هستند، وادار هستند. خداوند اونها را دستور داده است. شاید بعضی اونها از اون رحمت و خوشی هایی که خداوند در قسمت ما بنده هاش کشیده است اونها میارن. بعضی اونها یعنی خبر مغفرت و پاکیزه شدن از گناه هم میارن. بعضی اونها یعنی مقدرات انسان دیگرگون کنی، یعنی بدبختی ها را، بدی ها را، ناخوشی ها را از حیات دور کنی می آیند. یعنی هر کدام اونها از جانب پروردگار دستور مأمور هستند. خداوند اونها را امر کرده است، به یک امر پایان می شوند. نه تنها اینکه یعنی روی زمین بیاین و عبادت ما را تماشا کنند. حتی در بعضی از روایت ها آمد است که وقتی ملائکه هایی که پاکیزه هستند، یعنی معصوم هستند، وقتی عبادت شب زنده دارهای این شب می دیدند و می دیدند که خداوند در این شب برای این بنده ها چقدر ثواب بزرگی در حقشون می بخشد، اونها هم این ثواب آرزو میکردن. اونها هم یعنی تمنا میکردن که ای کاش که این ثواب برای ما هم نصیب میشد. اما این ثواب و این شب قدر خاص برای ما امت اسلام، امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. اکنون دیگر خوبیه که در این شب است، سلام هی حتی مطلع الفجر. برای شب زنده دارهای این شب، برای شخصیت هایی که در این شب زنده داری میکنن، عبادت میکنن، از جانب خداوند خبری سلامتی هست. یعنی در این شب خداوند این شب زنده دارها را عذاب نمیکنه، عتاب نمیکنه، بلا را به بالاشون نمیاره. در این شب عبادتگرهای این شب بدبخت و رسوای دنیا و آخرت نمیگردانه. یعنی خداوند خبری سلامتی داده است. خبر داده است که کسی که در این شب عبادت کرد او شخصیت سلامت میمانه. یعنی که از قهر و غضب الهی، از عذاب الهی، از رنج و مشقت دنیا و آخرت او شخصیت سالم میمانه، سلامت میمانه. حتی مطلع الفجر، تا یعنی که برآمدن آفتابی سحری 27م، یعنی فردا تا سحر. اکنون برادران عزیز بزرگوار، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم هم در حدیث مبارکشون درباره فضیلت این شب فرمودند که من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. گفتن هر شخصیتی که شب قدر، شب زنده داری کنه، عبادت کنه، خداوند عبادت هایی که تا این لحظه را، گناه هایی که تا این لحظه را کرده بود، تمام گناه های گذشتهش مغفرت میکنه، گناه هاش میبخشه. یعنی که خداوند به سبب عبادت شب زنده داری این شب گناه های یعنی که را انسان عبادتگر میبخشید است. و همین خاطر ما و شما برادر عزیز بزرگوار از این لحظه ها استفاده ببریم، از این شب ها حرکت کنیم که استفاده ببریم. ببینید چقدر شب ها کوتاه هستند. وقتی ما تراویح میخونیم خودش تقریبا ساعت به 1 می آید، از این جانب ساعت 3 خودش بامداد می شود، ساعت 4 یعنی 26 4 27 افتاب می براید. اون قدر زیادی نیست. انسان میتواند که در این شب های کوتاه هم شب قدر عبادت کنه، هم از ساعت 4:30 او جانب خواب روه. در جای دیگه میگه زی قرآن پیش خود آینه آویز، دیگرگون گشته ای از خود بگریز. ای مسلمان، از گفته قرآن، از تعلیم قرآن، از پند و حکمت و نصیحت قرآن در پیش خودت همچو آینه برین بگذار و عملهای اختصر و صورت اخت زندگی خود، فعل و کردار خود در او آینه قرآن نگاه کن. دیگرگون شده ای، رنگ و بو از قرآن نداری. به همین خاطر وقتی که از قرآن دور شدی برادر عزیز و بزرگوار، ببین که چقدر رنج عذاب میکشی. این قرآن کتابی چی هست؟
کتاب زندگی هست. اکثر مردم ما شاید از بس که از علمش دور هستن فکر میکنن که قرآن برای چی باشه؟ برای مرده ها، یعنی در حق مرده ها ختم کردن، در حق مرده ها در سر مزار سوره تبارک خواندن، در سر قبر پدر و مادر آیت خواندن. البته برای مرده هم رحمت است، اما من و شما زنده ها زیادتر به این قرآن محتاج هستیم برادران عزیز. اگر بخواهی راه حل تمام مشکل ها را قرآن بیان کرده است. خداوند قرآن میگه لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یگان تر و خشک نمانده است مگر اینکه خداوند در این قرآن او را بیان کرده است. هر چیزی که انسان میخواه از قرآن پیدا کرده میتوانه. درباره احترام پدر و مادر قرآن صحبت میکنه، درباره معامله بین زن و شوهر قرآن صحبت میکنه، درباره دوستی و محبت بین اکا و دادر قرآن صحبت میکنه، درباره تمام حتی خرید و فروش، نکاح و طلاق، حتی قرض دادن و قرض گرفتن، هر چیزی که در یعنی زندگی انسان لازمی و ضروری است اون باره قرآن صحبت میکنه. اما متاسفانه ما از علمش دور هستیم. اکثر مسلمان امروزه از علم این قرآن دور است. و پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم درباره شخصیت هایی که یعنی از این شب استفاده نمیبرن، از این شب یعنی عبادت نمیکنن، جناب پیغمبر بسیار یعنی تهدید سرزنشی سختی کردن. حدیث خیلی طولانی هست. در آخر این حدیث جناب پیغمبر گفتن که فیه لیلة خیر من 1000 شهر، گفتن در این ماه شبی هست که عبادتش بهتر از 1000 ماه است. من حرم خیرها فقد حرم، گفتن هر شخصیتی که در این ماه خودش محروم گردانید، در این شب هر شخصیتی که از عبادتش یعنی از ثواب این شب خودش محروم گردانید، او شخصیت از تمام خوشی ها و خوبی های حیات خودش بی نصیب گردانده است. یعنی کسی که استفاده نبرد از این شب، او شخصیت چیکار کرده است؟ از همه خوشی ها و خوبی های یعنی این ماه خودش محروم گردانده است. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حضرت عایشه مادرمون رضی الله تعالی عنها از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم پرسیدن تا یا رسول الله وقتی که ما شب قدر پیدا کردیم، در شب قدر حاضر شدیم، آیا کدام دعا را ما زیادتر دعا کنیم؟ کدام دعا برای ما بهتر است که زیادتر اون دعا را تکرار کنیم؟ حضرت فرمودند که این دعا را شما زیادتر دعا کنید که اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. این دعا را اگر به زبانی یعنی تاجیکی هم عربیش ندونی با تاجیکی هم دعا کنی میشوه. جناب پیغمبر گفتن شما دعا کنی که ای پروردگار ذاتی تو، ای الله تو بسیار بخشنده مهربان هستی، بخشیدن دوست میداری، ای پروردگار در این شب گناه های ما را ببخش. یعنی این جمله را اگر شما لفظ عربیش هم که ندانی میشوه که به زبانی یعنی خودمون به زبانی تاجیکی را تکرار کنی. خداوند گفته که جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله حضرت عایشه مادرم تعلیم دادن که یعنی دعا کنه که ای پروردگار تو بسیار بخشنده مهربان هستی، بخشیدن دوست میداری. در اصل خداوند بخشیدن دوست میداره. بخشش گناه وقتی بنده نزد خدا توبه میکنه و از پروردگار طلب مغفرت میکنه، خداوند چقدر خرسند و خوشحال میشده است. از حد زیاد خداوند خرسند میشده به توبه کردن بندش. یعنی که این دعا را حضرت عایشه مادرمون گفتن که این دعا را کنه که ای پروردگار تو بسیار بخشنده مهربان هستی، بخشیدن دوست میداری، در این شب گناه های ما را